سلام به همه. من بهار هستم، مشاور املاک در لس آنجلس کالیفرنیا. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ محله وست‌وود، جایی که خیلی‌ها بهش میگن تهرانجلس. چرا به این اسم معروف شده؟ برای اینکه ایرانی‌ها کم کم اومدن اینجا ساکن شدن. خیابونای وست‌وود پر شد از مغازه‌ها و فروشگاه‌های ایرانی، رستوران، نونوایی، شیرینی فروشی و حتی تابلوهایی که به فارسی روش نوشته شده. به همین خاطر به این محله لقب تهرانجلس رو دادن. وست‌وود فقط به خاطر جامعه ایرانیش معروف نیست. یکی از مهمترین دلایل شهرتش وجود دانشگاه UCLA هست. این دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیاه که توی رده‌بندی جهانی همیشه بین دانشگاه‌های تاپ قرار داشته. UCLA به خاطر رشته‌های پزشکی، حقوق، سینما و هنر خیلی معروفه. به همین دلیل وست‌وود همیشه پر از دانشجو و جوان‌های پر انرژیه. خیلی از خانواده‌ها برای همین موضوع اینجا رو انتخاب میکنن، چون دسترسی به یکی از بهترین دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها رو داره و همین باعث شده که وست‌وود یک محله خیلی خاص و پرتقاضا باشه. اینجا هر سال جشن‌ها و مراسم‌های مختلف ایرانی برگزار میشه، مثل جشن نوروز که خیابون‌های وست‌وود پر میشه از سبزه، سمنو و سفره‌های 7 سین. یا چهارشنبه سوری که ایرانی‌ها با هم جمع میشن و واقعاً حال و هوای ایران رو تداعی میکنن. حتی جشنواره‌های فیلم ایرانی هم در اینجا برگزار میشه و خیلی از هنرمندان و کارگردان‌های ایرانی در این مراسم شرکت میکنن. این رویدادها باعث میشه که ایرانی‌های مقیم آمریکا حس تعلق بیشتری به اینجا داشته باشن و بچه‌های نسل دوم هم فرهنگ و ریشه‌های خودشون رو بهتر بشناسن. پس اگر دنبال جایی هستین که هم زندگی مدرن آمریکایی داشته باشه و هم فرهنگ ایرانی رو از دست ندین، وست‌وود دقیقاً یکی از همون محله هاست. از همه چی این محله گفتیم، حالا بریم سراغ انتخاب خونه. اگر دانشجو باشین، آپارتمان‌های اجاره نزدیک UCLA زیاده که اجاره هر کدوم از $1000 شروع میشه به بالا.
اگر خانواده باشین میتونین کاندوهای بزرگتر یا آپارتمان‌های اطراف ویلشر پیدا بکنین. و اگر دنبال خونه‌های لاکچری باشین کافیه یکم به سمت بل ایر حرکت کنین، جایی که خونه‌ها از چند میلیون دلار شروع میشه. همین تنوع باعث شده تا وست‌وود یکی از جذاب‌ترین محله‌های لس آنجلس برای ایرانی‌ها باشه. روی ویلشر کوریدور چند تا برج لوکس وجود داره که خیلی‌ها بهش میگن میلیونرز مایل. هر ساختمون سطح کیفیت و رتبه بندی متفاوتی داره. معمولاً متخصصین املاک برج‌ها رو به دسته‌های مثل ABC تقسیم بندی میکنن و این ویلشر هاوس که اینجا میبینینش این رتبهش A هستش و تنها برج A واقعی توی این محله محسوب میشه. یعنی ساختمونی که در بالاترین سطح لوکس بودن و امکانات قرار داره و امکاناتش در حد یک هتل 5 استاره. مثلا یکی از امکاناتی که داره که برای منم جالب بود مهندسین مقیم برای تعمیرات فوریه. حالا چرا این ویژگی خاص محسوب میشه؟ چون که بیشتر برج‌های معمولی فقط یک سرایدار یا مدیر ساختمون دارن و برای هر تعمیر باید از بیرون سرویس کار استخدام بکنن. ولی توی ساختمون‌های کلاس A مثل همین ویلشر هاوس این سرویس داخلی باعث میشه که خب زندگی خیلی راحت‌تر، سریع‌تر و خب لاکچری‌تر باشه. و البته تنها ساختمونی که بالکن‌های رپ اراوند داره، یعنی بالکن‌هایی که دور تا دور واحد رو میگیرن و یه ویو 360 درجه از شهر بهتون میدن. میخوایم یه سری بزنیم به محله پرطرفدار هالمبی هیلز. این محله همراه با دو محله بل ایر و بیورلی هیلز بخشی از پلاتینیوم تراینگل به حساب میاد، مثلث پلاتینی لس آنجلس. محله که همیشه محل زندگی سلبریتی ها، میلیاردرها و آدم های خیلی معروف بوده. بیشتر خونه ها عمارت های بسیار بزرگ هستند، معماری کلاسیک اروپایی، مدرن معاصر یا سبک مدیترانین. حالا قیمت خونه در این محله چجوریه؟ شروع قیمت ها معمولاً از حدود 10 میلیون دلار به بالاه. و اگر سراغ عمارت های خاص و مشهورش بریم، بالای 50 میلیون دلار میتونید پیدا کنید. چرا این محله خاصه؟ خیابون های آروم، امنیت بالا و فضای خصوصی از ویژگی های این محله است. نزدیکی به بیورلی هیلز و سنتری سیتی. جامعه کوچیک و بسیار محدود از ساکنان فوق ثروتمند. یکی از نشونه‌هاش هم اینه که معمولا خونه‌هاش اصلا اوپن هاوس ندارن و فقط با پرایوت شوینگ اجازه دیدن خونه‌ها رو دارید. خب با آخر ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که با من همراه بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و توی کامنت ها بگید که دوست دارید محله بعدی که با هم میریم و میگردیم کدوم محله باشه. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید.